داداش این کفه، یعنی کف مدل کامیلا، مثلا حالا خودت اسمش هر چی میزنی بزن. ببین ما زیرش رو سلاحه زدیم. الگوی زیرش یه الگو داره، 2 الگو، 3 الگو. این قسمت جلو، بغل، عقب. بعد قسمت بالاش این یه الگو داره، اینو با چوب میزنیم. بعد اینم الگو داره، از داخل بگیر. این الگو میخوره به پایینی، قسمت پایین. این الگو الوار 5 سانت. این الگو هم الگوی روی کفه، یعنی اسفنجه میاد رو این میشینه. اسفنج ما اسفنج 12 گرفتیم. قسمت جلو 13 تمام شده، قسمت عقبش 22 تمام شده. قید کلن با سلایه و قید. بعد اینم پشتشه. خب اینا رو من عکس گرفتم، عکسم دارم. الگوی جدا جدا عکس گرفتم. این الگو پایین پشت با بالای الگوی بالای کف یکیه. هر دوتاش یه الگوه، ولی قسمت بالاش الگوی دیگه است، مثلا یکم بزرگتره. و اینو اینجوری سوار میکنیم، مثلا این قسمت رو اینجوری میزنی، بالایی هم به این استوب میزنی یا سوزن منگنه میزنی، چیز میزنی، میخ. بعد بینش تیرکای الگو داریم، اونم بعد اینجا زیرکار میشه. زیرکارش اسفنج چند بود؟